با التماس با درد میگفتم که ای معلمی بی‌طرف که شاید درس داری، شاید وقت نداری، شاید مشکلات داری، اگر هوشیار نشوی میآیند مکتبت میبندند. یعنی مکتبای کابل ای استادانی محترم دانشگاه که مشغول درس امتحان زشوت کمی وقت باید به همین خطر پیشگیریش گذارید وگرنه میاد دانشگاهت میبندد. کنی استادای دانشگاه کابل کنی استاداش در خارجه اینترویو داشته مصاحبه به با رادیو و تلویزیون ها که چخیل بود و چخیل شد. یا اهل علم میگیم ای اهل علم که مشغول تحقیقاتی مشغول مهنت احترام میکنیم ولی اگر سهم نگذاری در مبارزه با همین خطرها میان اینستیتوت تا میبندن کتاب تا منع میکنن و میرم اگر انتظاری. یا که اهل ادب شاعران نویسندگان کسای بسیار مقدس محترم که مشغول ایجاده میآیم برفته او از خارجه شعر ای وطن در و غریبا و غریب مینویسه. تو که دوملوها نمی دوملوهای بینید نمی دوملوهای افغانستان شو فکر که دوملوهای افغانستان همش گرفته حتی هم رئیس شورای علماش از خارجه گپ میزنه چون اینا هم دوملوها هم قبول ندارن. بنابراین هم دوملوهایی که بی‌طرفن یا که خاموشن یا گپ نمیزنن یا میان مسجد تا میگیرن منبر تا میگیرن مذهب تا از بین میبرن یا که بگیم هنرپیشه های بی‌طرف میان تئاتر تا میبندن هنرمندانی بی‌طرف میان اسبابای موسیقی تا میسوزن. همین در کابل این هفته همه دوتار و دنبره و ارغمانیه را جمع کردن آتش زدن با همه ارتیسا را قطار کردن که توبه کن. این امیر نمیبینه همین حافظی که خونده گشت است یک لحظه وقت شاید صرف کنه که در مبارزه با نمی. بنابراین ورزشکاری بی‌طرف مثلا آمده دیره این قرار آخری طالبان چی بود؟ فوتبال و بوسکشی رو منع کرد. ولی یک فوتبالیستی ما بگه که یک دقیقه برای مبارزه به همه خطرها وقت تصرف کن فکر میکنه که با او دخل ندارد. یا که زن و دخترای بی‌طرف این همین دخترایی که همجا گپ زده تصور کن که میآید اما گروه از خانه برآمدن اجازت نداره دیگر. این همین دخترای کابل برای دانشگاه زور گریه میکنن و همین کار 100% شدنی است. یگان افسانه نیست این همین از دریا و طرف شده است. همین بی‌طرفی همین خطرناک است. کوشار شوید برای خود سخن درباره دولت وطن امنیت ثبات ارزش‌های ملی بود و نبود این ملت و در آخر درباره زندگی آسایشته و کسب و کاری هر یکی ما رفته ایستاده است نه درباره دوست داشتن یا نداشتن حکومت. بنابراین اینجا موقع شهروندی هر یکی ما مهم است. اگر ما خودمون خطری گروه ها رو درک کرده در برابر اون موقع شهروندی گیریم نه بس از جای کار حکومت مقام انا او میشه شهروندی آگاه. ما چیزی داریم در جامعه همین اهل ضیا است. اینو مغز ملت در فضای اطلاعاتی اگر فعال باشن موقع ملیشون اظهار کنن همه رو ملت رو در گرد اندیشه های ملی ثبات امنیت وحدت دولتداری متحد کنن گروه افراطگرایی به این جامعه را خلل